4 گناه است که نابود کننده است، انسان را در همین دنیا نابود میکنه. اگر یکی از این 4 گناه را انجام دادی، الله متعال در همین دنیا تو را مجازات میکند، به آخرت نمیگذارد. پس کوشش کن که از این 4 گناه دور باشی. این 4 گناه چیست؟ اول، حق مردم. متوجه حق مردم باش، متوجه مال مردم، آبروی مردم، شرف مردم، عزت مردم. اگر به اینها تجاوز کردی، در همین دنیا الله متعال تو را مجازات میکند. دوم، مسخره کردن. کسی را مسخره نکن. اگر همسنفی تو هست، همکار تو هست، ساده تر هست، او را مسخره نکن که برای خودت برمیگردد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ای کسانی که ایمان آوردید، هیچ قوم دیگر را مسخره نکنید. شاید همون قومی که شما اونها را مسخره کردید از شما بهتر باشند. و هیچ زن دیگر را مسخره نکند. شاید همون زنی که مسخره کردید از شما بهتر باشد. سوم، نافرمانی والدین. اگر پدر و مادر را آزار دادی، در همین دنیا خوار میشی، با آخرت نمیماند. تو جوان یک لحظه فکر کن، وقتی طفل بودی پشه در صورت تو می نشست، تو قدرت پس کردن پشه را نداشتی. امروز با حمایت پدر، با قدرت پدر، با سرمایه پدر، با زحمت و تلاش پدر بزرگ شدی، جوان شدی، نیرومند شدی. امروز که ورزشکار شدی، در مقابل پدر استاد میشی، بر سر پدر آواز میکشی، بر سر مادر آواز میکشی. و چهارم، ناموس مردم. متوجه ناموس مردم باش. هر کی باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموسی وی افتد نظر بلهوسان. تو هم خواهر داری، تو هم مادر داری. اگر به ناموس کسی تجاوز کردی، بدان که ناموس خودت در معرض خطر قرار میگیره. ассалому алейкум дӯстон, бародарон азиз, чӣ хеле ки мебинед бародарай бочка бировардем, стена массаж кардем, баъди массаж ина банкоша дадем. ё чӣ хеле ки мебинед, ё вакуумни китайский магнитный массажа, яъне ки ҳам стамуратун чӣ дарде дора, воспалени хунакӣ дора, ёро мезана, мекаша, мегирашон иншаллоҳ. азия ҳиҷома ина бародарон азиз, чӣ хеле ки гуфтам, тамошо бинед. این افکاره ایجامه کردیم، ماشاءالله خونش برآمده سای ولی هم بانکوش موندگی مگنیتش. چقدر برده؟ چقدر سخته؟ سازی آخه؟ خود نکی جزیره، هم جزیره هم غوصه. مرحمت کنید برادران عزیز. بیا انشالله ما در مترو چوپلیسان قرار داریم. شبای یارمارکه 4 متر از هیجام ده. دما فیتاباش کسته، بعد فیتاباش کسته نام ماساژ، بعد ماساژ بانک میزنه، خون میگیریم. باقی در پناه باشن تا ویدیوی اندر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.